بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، درباره 6 روز روزه گرفتن ماه شوال، این عمل سنت است و سنت صحیح است از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. حدیثی که مؤلف رحمت الله علیه آورده است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند هر کسی که ماه رمضان را روزه بدارد و پس از آن 6 روز از ماه شوال را روزه بدارد، گویا اینکه تمام سال را روزه داشته است. پس در اینجا سخن درباره روزه 6 روز ماه شوال، این در سنت ثابت است که شک و تردید در این نیست. این 6 روز مانند سنت نفلی بعد از فرائض قرار گرفته است. وقتی که الله متعال بنده را با توفیق روزه رمضان گرامی نصیب گردانده است و او از انجام روزه اش شاد و خرسند شده است، پروردگارش را حمد گفت، چون که الله سبحانه و تعالی می‌فرماید ولتکملوا العده ولتکبروا الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون، تا شماره روزها را کاملا قرار بدهید و الله را با بزرگی یاد کنید برای آنکه شما را هدایت کرده است تا از جمله شکرگزاران باشید. وقتی که روزه رمضان را ویدا میکنیم باز به روزه برمیگردیم، اما این دفعه همچون نفل نه فرض، یعنی آخرین عهد ما با روزه تنها فرض رمضان نمی شود، بلکه بعد از رمضان نیز روزه های هم برای ما قرار گرفته است، در حالی که ثواب بزرگ الله سبحانه و تعالی بر بندگانش عطا میکند و امید آن را داریم. از ابو ایوب انصاری رضی الله عنه این صحابی گرامی روایت کرده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کس رمضان روزه بدارد سپس آن را با 6 روز شوال پیگیری کند، هر کس که رمضان را روزه بگیرد سپس آن را با 6 روز شوال پیگیری کند. اینجا مسئله است کسی که قرض روزه دارد، اگر شخص در رمضان با سبب بیماری یا که سفر یک چند روز از رمضان افطار کرده باشد و بعد از آن ماه شوال فرا رسید و او میخواهد هم قضای رمضان را ادا نماید و هم 6 روز ماه شوال را بگیرد، پس چی کند؟ چی امر برای وی لازم است؟ این مسئله بین علمای اسلام اختلاف نظر است، اما ظاهری حدیث که بیان کردیم هر کس رمضان را روزه بدارد سپس آن را پیروی کند، کسی که هنوز از رمضان قرضدار است با سببی که پیشین ذکر کردیم، این حالت گفته نمی شود که او رمضان پورا روزه گرفته است و این چنین درست نیست که انسان به نفل مشغول شود در حالی که در ذمه اش فرضهای قرار دارد. پس معنایی که رمضان را هر که روزه گیرد یعنی کاملا، بنابراین این معنی حدیث رسول صلی الله علیه و سلم باید بندگان الله آنچه که در عقده آنها از قرضها بود اول باید روزهای قرضی رمضان را انجام بدهد، سپس آن 6 روز از شوال را روزه بگیرد. پس آیا این 6 روز رو زود روزه گرفتن بهتر است؟ بله، شتاب کردن در کارهای خیر بهتر است، زیرا انسان نمیدوند بعد برای انسان چی پیش می آید. در این مسئله امر وسیع است، ممکن است پی در پی آن 6 روز روزه بدارد یا جدا در دوام کل این ماه شوال یک ماه را در نظر دارد. هر دو جایز است. پس سوال اینجاست که چرا مثل روزه تمام سال قرار میگیرد؟ پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرموده که گویا تمام سال را روزه داشته است، زیرا که رمضان 30 روز است و هر نیکی برابر 10 ثواب است و 30 ضرب 10 300 می شود و 6 روز ماه شوال ضرب 10 60 می شود. پس 300 جمع 60 360 روز، یعنی که طول سال را گویا اینکه کاملا روزه داشته است. در بعضی روایت ها این معنا روشن آمده است. در سنن نسائی اگر ما بگیریم از ثوبان رضی الله عنه روایت شده است که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که روزه ماه رمضان برابر 10 ماه است و روزه 6 روز برابر 2 ماه است. پس این روزه 1 سال را در بر میگیرد. و همچنین در سنن از ابن ماجه رحمت الله علیه ذکر شده است هر کس بعد از عید 6 روز از ماه شوال روزه بگیرد گویا سال پورا روزه داشته است، زیرا الله سبحانه و تعالی میفرماید من جاء بالحسنه فله 10 امثالها، هر کس نیکی بیارد برای او 10 برابر پاداش داده خواهد شد، 10 برابر مثل آن. پس اگر رمضان 29 روز باشد چه؟ هرچی از جهت شمارش 29 روز باشد از جهت ثواب کامل است و کم هم نمیشود. خلاصه کسی که رمضان پورا روزه گرفت و بعد از آن اگر قضایی داشت قضای آن را گرفت که این کاملتر است از نص این حدیثی که درباره بیان کردیم، سپس 6 روز شوال را چی پی در پی چی متفرق چی آن را با روزهای 13 14 15 ماه شوال یا که دوشنبه پنجشنبه یا که یه روز گرفت یا روز خود روزه داشت، به درستی که 360 روزی این سال را روزه داشته است و توفیق از جانب الله سبحانه و تعالی است.